سلام دوستای قشنگم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من پریا هستم و قراره اینجا با هم کلی ماسک خونگی خفن و عالی بدون هزینه درست کنیم و با هم دیگه لذت ببریم. آماده ایم؟ بریم سراغ درست کردنش. خب، برای درست کردن این ماسک خونگی احتیاج داریم به گلاب، زردچوبه و ژل آلوئه ورا. زردچوبه میدونید که خاصیت روشن کنندگی داره. 1/4 قاشق مرباخوری زردچوبه را به اضافه 2 قاشق مرباخوری گلاب و 1 قاشق مرباخوری ژل آلوئه ورا، اینا رو با هم ترکیب میکنیم، خوب با هم میکسشون میکنیم. دوستان نگران زردی زردچوبه نباشید، این بعد از این که 1-2 دقیقه شسته بشه زردیش میره، چون که مقدار گلاب و ژل آلوئه ورا از مقدار زردچوبه بیشتره. این ماسک واسه شفافیت و درخشندگی پوست عالی عمل میکنه دوستان، عالی. قرار نیست ما هزینه های هنگفتی کنیم برای پوستمون، چون که این ماسک ها که قرار پیش هم با هم دیگه درست بکنیم به اندازه ماسک های خیلی گرون قیمت بازار اثردهی دارن، شاید هم بیشتر. من ماسکایی براتون میارم که خودم قبلا ازشون استفاده کردم و نتیجه عالیشو گرفتم. دوستانی که پوستشون کدر شده، شفافیتش از دست داده و یه حالت خسته پیدا کرده، حتما این ماسکا امتحان کنید. خیلی عالی عمل میکنه، من که خودم خیلی راضیم ازش. شما هم اگه دوست داشتین منو دنبال کنید، لایک کنید و سابسکرایب کنید، با من همراه باشید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.